مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم دالشونی رو آقای گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده، سلام. بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصد داریم که راجع به شهاب حسینی، یکی از بازیگرهای معروف ایران، با شما صحبت بکنیم که در طول 4-5 روز گذشته با انتشار پست هایی که در اینستاگرام خودش منتشر کرده، طوفانی از حاشیه‌ها رو در تمام رسانه‌های فارسی زبان دنیا ایجاد کرده و داستانم از این قرار بودش که چند تا از سلبریتی ها و سلبریتی ها و هنرمندها اخباری رو منتشر کرده بودن، پست هایی رو در پیج‌های خودشون و فن پیج‌های خودشون منتشر کرده بودن که با توجه به اتفاقات تلخ گذشته به خاطر همراهی و همدردی با مردم در صدا و سیما دیگه نمیرن، صدا و سیما رو تحریم کردن، در جشنواره فیلم فجر هم شرکت نمیکنن. بعضیشون هم گفتن آقا ما فیلمامون رو نمایش نمیدیم. یه دم کف و دست و سوت و هورا زدن، دمشون گرم، صدا و سیما نمیرن. بعد ما رفتیم یه مستند منتشر کردیم توی آرشیو یوتیوب برام پشت پرده هم هستیم. ای بابا 70-80% این کسایی که اصلا گفتن ما صدا و سیما نمیریم کلا ممنوع تصویرن، یعنی اصلا تو صدا و سیما راشون نمیدن. البته بازم بگم در همون ویدیو هم گفتم من کلا با این ممنوع تصویری هم مشکل دارم، مثلا چرا باید ممنوع تصویر بشن. اما خب حالا با توجه به قوانین فعلی ایران که ممنوع تصویرن دیگه، این کلاس گذاشتن ها و به خاطر مردم ما رفتیم بیانیه رو امضا کردیم که تو صدا و سیما نریم، را جشنواره فیلم فجر نریم، اونش دیگه برای من جالبه که چرا دروغ میگن. توی جشنواره فیلم فجر مثلا یه عده‌شون نه فیلم داشتن، نه داور بودن، نه اصلا بازی کردن، گفتن ما نمیریم جشنواره فیلم فجر، نرو. اما این داستان سلبریتی ها کلا اینجوری هستش که هر جا خوب بهشون پول پرداخت بشه، هر جا هواشون رو داشته باشن همون سمت میرن. سلبریتی هایی که در طول این چند سال گذشته ما دیدیم دیگه چقدر نون به نرخ روز خورن. مثلا حالا یه قلم شما بگم، حالا این شهاب حسینی بذاریم یه دقیقه کنار، من یه قلم مثالش رو شما بزنم. این سلبریتی ها رو نمونهش آقای رضا رشیدپور، یه ویدیو ازش داریم مال اولش مثلا 7-8 سال پیشه که گفته بود که من کلام هم صدا و سیما بیفته نمیرم. بعد الان نگاه میکنیم لافت و شک 5 کرده 24 ساعت تو صدا و سیما. این ویدیوی آقای رضا رشیدپور رو ببینید، بیاید من راجع به این شهاب حسینی هم باهاتون حرف بزنم. شما کدام برنامه جذاب رو در صدا و سیما ساختید که مردم ماهواره نبینن؟ شما چقدر نیروهای درجه 1 رسانه رو ممنوع تصویر، ممنوع کار، ممنوع ورود کردید که نتونن بیان در تلویزیون کشورشون برنامه اجرا کنن؟ برای من نامه فدایت شوم هم بنویسین، من اینقدر کار دارم که دیگه اصلا کلامم بیفته جام جم نمیام برای. بله، صحبت آقای رشیدپور رو شنیدید. البته از این نوع سلبریتی ها زیاد دارن. البته باز رشیدپور خوبه تو صدا و سیما هم که بود یه نیمچه انتقادی میکرد از مسئولین، حالا نسبت به بقیه 2 پله بالاتره. اما میرسیم به آقای شهاب حسینی که اومد مخالفت کرد و گفتش که آقا چه کاریه نریم توی جشنواره فیلم فجر شرکت بکنیم. نمیدونم، حالا بیانیه‌اش رو من برای شما میخونم، اما یه قسمت از این بیانیه‌اش خیلی خوب بود. اول اون یه تیکش رو برای شما میخونم، بعد اینکه گفته بود که باید بریم شرکت بکنیم و کلا نسبت به بقیه سلبریتی‌ها گفته بود که من مخالفت میکنم و باید حمایت بشه این جشنواره که طوفانی از فحشای خارمادر به سمت خودش و خانواده‌اش. اون یه تیکه بندی که توی بیانیه‌اش هست و من نشونتون بدم، اون جالبه که من در بقیه سلبریتی‌ها ندیدم. گفته که درباره سیاست‌های کلان مملکتی چون از دانش کافی برخوردار نیستم، صاحب نظر هم نیستم و بعید میدونم نظر شخصی هم تأثیر چندانی بر روند وقایع داشته باشه. بله، خیلی شیک و مجلسی اومده گفته آقا من چیزی که راجبش سواد نداشته باشم، مخصوصا موضوعات سیاسی، نمیام نظر بدم. اما ما بقیه این سلبریتی ها رو میبینیم کلا طرف 2 کلاس سواد نداره، میاد میشین راجع به مسائل روز دنیا پست میذاره، راجع به مسائل روز ایران پست میذاره، راجع به موضوعات سیاسی پست میذاره، بعد تشویق میکنه که یه عده برن به یکی رأی بدن، یه عده نرن به یکی دیگه رأی ندن. و آقای شهاب حسینی، حالا بیانیه‌اش هم دارید میبینید روی تصویر، گفته که جشنواره فیلم فجر جدای از نام و مناسبت برگزاری اون به لحاظ تکنیکی همواره تنها جشنواره رسمی کشور تلقی میشه که شاید کلیه سیاست‌های سینمایی سال بعد از خود رو، اهم از نوبت اکران آثار، سیاست‌های تولید، روش و ختم‌اشیای سینما رو رقم میزده و از این بابت همواره مورد توجه سینماگران در بخش‌های مختلف و محلی جهت ارائه، کشف، رشد و پیگیری فعالیت‌های حرفه‌ای اونها قلمداد می‌شده. لذا حضور در اون همواره برای فیلمسازان داخلی حائز اهمیت. هر ساله هم شاهد استقبال گسترده مردم و خاصه مخاطبان سینما بودیم. این بیانیه طولانی هستش و
خیلی شیک و مجلسی آقای شهاب حسینی مخالفت کرده و نظرشو گفته. از اون طرف هلوش من نگاه کردم نزدیک 402,000 نفرم این پستش رو لایک کردن، یعنی تایید کردن. ما به عنوان یه رسانه سعی میکنیم کاملا به این قضیه بی‌طرف نگاه بکنیم، یعنی نه حرکت شهاب حسینی رو نقد بکنیم، نه بگیم که دمت گرم چرا این کار انجام دادی. به هر حال 400-500,000 نفر این پستش رو لایک کردن، حتما پسندیدن که لایک کردن، چون اگه نمیپسندیدن دیگه اون دکمه لایک رو نمیزدن. پس ما به احترام اون تعدادی هم که پسندیدن این حرکت شهاب حسینی رو از زاویه کاملا خنثی میخوایم به قضیه نگاه بکنیم و بی‌طرفانه. اصطلاحاً شهاب حسینی اومده نظرشو گفته و گفته که آقا این داره کمک میکنه به صنعت سینما ایران. از اون طرف یه عده اومدن فوش خواهر و مادر و نمیدونم عمو و خاله و دایی رو کشیدن به شهاب حسینی. اما سوال اینجاست، مردمی که حالا اون کسایی که اومدن به این آدم فوش دادن میگن که آره این حکومت نمیدونم داره دهن مردم رو سرویس میکنه، ما آزادی بیان نداریم، ما هر کاری که میخوایم بکنیم دهنمون رو جر میدن، نمیدونم گونی میکشن سرمون میبرن و میریزیم تو خیابون، میخوایم اعتراض بکنیم خشتکمون رو پرچم میکنن، چنین و چنان. حق هم دارن، درستم میگن. اما شمایی که میاد اینجوری از سیستم و دولت انتقاد میکنید و میگید آزادی بیان نیست، آزادی کلام نیست، یه کسی هم که میاد اینجوری نظرشو میگه، شما باید به نظرش احترام بذارید دیگه. شما باید هم به نظر مخالف خودتون هم به نظر موافق خودتون احترام بذارید. داره آقا نظر خودشو میگه آقا این نظر شخصی منه، من موندم چرا یه عده میرن فوش خار مادر میدن. شما که میگید آقا آخوندا بدن، نمیدونم فلان کس بده به ما فوش میدن، دقیقاً حکم اون قاضی رو داره. یعنی این فوشایی که این افراد میدن، مثلا یه بیگناهی رو میبرن پیش قاضی، بهش میگن که بعد اعتراف بکنی این کارو کردی، بعد اون طرف میگه من این کارو نکردم، میگه نه به زور بگو این کارو کردی، به زور بیا مثلا حمایت بکن از این سیستم، یا به زور بعد فلان چیزو بگی. دقیقاً سیستم یه دادم اینجوریه، یعنی به زور میخوان عقاید کسی رو عوض بکنن. آقا طرف تفکرش اینه و گفته دیگه، با فوش خار و مادر چیزی درست نمیشه که. البته بگم شهاب حسینی همون کسی بوده که وقتی سال 2016 اون جایزه رو برد به خاطر فیلم فروشنده، همین آدمایی که دارن فوشش میدن 90%شون یعنی آرزو دارن با این آدم عکس بگیرن و کلی حمایت کردن تو پیجشون، دمش گرم و غرور ملی و ایرانی و نمیدونم چه اینو چنا، یعنی مردمان بی عشق ماییم. شهاب حسینی همون کسی بود که در مصاحبهش با عادل فردوسی پور گفته بود که من از حضور زنان در ورزشگاه حمایت میکنم و تو مصاحبهش هم اعلام کرد. یادمون نمیاد این حمایتاشو؟ ببینیم یه تیکه از این صحبتاشو. در استادیوم واقعا میتونست علاقه‌مندان همه قشر و طیفشو در واقع جذب بکنه، شاید همه چی خیلی بهتر اتفاق میفته. اون جوه در سینما موقع فیلم دیدن هست، چون همه مادر، پدر، خواهر، برادر، دختر، پسر همه با هم نشستن و یه فیلمی رو دارن میبینن. اگر همون توجه ها همه اعضای خانواده بتونن نسبت به فوتبال داشته باشن، من همیشه میگم اگر مثلا واقعا یه فوتبالیست میتونست خانواده خودش رو دعوت بکنه به استادیوم، بهترین بازیشو ارائه میداد. واقعا اساسا تلاش در جهت ایجاد فضاهایی که عموم مردم رو بیشتر متوجه میکنه یا یک وحدت موضوعی بهشون میده برای اینکه بتونن با همدیگه تبادل نظر بکنن، فضای جامعه رو هم پرنشاط میکنه، هم شاداب میکنه، هم فرهنگ سازی میکنه، فرهنگ گفتگو رو به وجود. بله، صحبت‌های شهاب حسینی رو شنیدیم. بعد از اون دیگه طوفانی از حاشیه‌ها شروع شد دیگه، یعنی یه عده فقط منتظر اینن که یه کسی خلاف عقاید و تفکراتشون بگه، وصلش بکنن. آره این نمیدونم سپاهی، بسیجی، نون به نرخ روزخوره. یعنی کافیه طرف خلاف عقایدش صحبت بکنه، حالا اون شخصی که مثلا کامنت میذاره، شروع میکنن فوش خار و مادر رو بهش دادن. آقا احترام بذار به نظر طرف. تو خارج از کشور هم دموکراسی وجود داره، هر کسی دوست داشته باشه عقایدشو میگه و ما مردم خودمون دموکراسی رو رعایت نمی‌کنیم، خودمون احترام به عقاید دیگران نمیذاریم. طرف یه حرفی بزنه فوش خار مادر میشکشیم بهش، بعد میگیم چرا بقیه کشورها دموکراسی هست اینجاست. از خود ما مردم شروع میشه دیگه.
وقتی عقاید دیگران برامون مهم نیست، فوش خار مادر میدیم، من نمیدونم چجوری انتظار داریم کشور پیشرفت بکنه. که بعد از اون هم شهاب حسینی یه پست دیگه منتشر کرد و گفتش که من از کسی پولی نمیگیرم، ارتزاق نمیکنم، به هیچ جریان فکری هم وابسته نیستم و همیشه نظرهای خودم رو گفتم، کاملا هم مستقل بودم. و میبینیم دیگه حتی یه فیلم ازش اومد چند سال پیش، رفت بود دیدار رهبر ایران، بعدش یه فیلم دیگه هم ازش اومد که توی امریکا اگر اشتباه نکنم از بهروز وثوقی حمایت کرده بود. و بریم حتی این یکی از حمایتش هم ببینید که اصلا خیلی نترس اومد گفت آقا بهروز وثوقی اصلا افتخار و فیلم خوب باید آدم ببینه، فیلم‌های بهروز رو ببینه. ببینید این صحبتشو. خاطرات ما با آقای وثوقی مربوط به دوره‌ای میشه که ویدئو یه چیز خلاف قانون بود و ما مجبور بودیم اینو قاچاق کنیم ببریم خونه و فیلم بگیریم. وقتی هم میرفتیم اون فیلمیا که از زیر پست و اینا میخواستن بهمون اون فیلم ها رو بدن، میگفتیم فقط چون وقتمون کمه پول نداریم 2 روز گرفتیم فیلم خوب بده. گفت فیلم خوب میخوای ببینی کارهای بهروز. در صورت بگم من اصلا نه موافق رفتار شهاب حسینی ام که چرا جشنواره رو گفته تحریم نکنن، نه مخالفشم که بگم که آقا چرا این حرفو زدی. من فقط میخواستم تو این ویدیو بگم که آقا ما باید به نظرات همدیگه احترام بذاریم. ما مثلا من حالا نمونهشو مثال میزنم، من تو یکی از ویدیوام با عنوان خبرنگار میام یه خبری رو اعلام میکنم، آقا من میگم دیگه این خبر اتفاق افتاده، مثلا فلان اتفاق افتاده، فلان کس فوش داده، مثلا فیلم مثلا فلان نماینده لو رفته. آقا من به عنوان یک رسانه میام اعلام کنم، فوششو به من میدن، ای بابا با یکی دیگه اشغال کرده شده، اون قضیه شهردار تهران رفته بود زن صیغه کرده بود، نمیدونم زن اولش هم طلاق داده بود، هر کاری هم که دوست داشته بود کرده بود، اشغالش هم کرده بود، فوششو به ما میدادن. آقا من به عنوان یک خبرنگار میام خبر اعلام میکنم. در خصوص افراد مختلف هم همینه دیگه، آقا طرف نظرش رو گفته که آقا من مخالفم با بقیه همکارام، همین. حالا یه عده هم فوش خار مادر میکشن به این طرف. و میگم دیگه ما مردمان بی عشقی هستیم، مردمانی که به جرأت میتونم بگم اگر غیر از اینه بیاد بگید 90% اون کسایی که به شهاب حسینی فوش دادن، اگر شهاب حسینی از نزدیک ببینن میرن باش عکس میگیرن، باش سلفی میگیرن. و باید آزادی بیان وجود داشته باشه، آزادی تفکر وجود داشته باشه و آزادی عقاید. کل صحبت و نتیجه گیری من در این ویدیو همینه، نه تایید این آدم نه تکذیب این آدم. مرسی که تا این لحظه با ما بوده. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید.